بابا با تلفناتون پیامک اومد. بخیر باشد. بی عینک با چشمانی کورم چی خیلی میبینم ها؟ بابا چی شد؟ بابا اپای نشیده با اینجا بیا. آقای اکرم اپای نشیده یوری تجیلی جغزنید. اپای نشیده. بابا جان با شما چی شد؟ نفس کشید. بابا جان با خود آقای اکرم نفس یوری کشید. تجیلی رو زود دعوت کنید. زودتر بابا جان یکان چیز گوید. بابا جان التماس آقای اکرم به خدای آقای اکرم الو زود یاری تجلی رو روان کنید. بابا جان دقت کنید همش خوب میشود. بابا جان التماس با خود بیایید. بابا جان زیو لطفاً دروغ باشد. لطفاً لبیپا زورا بابایم. چی؟ بابایم چی شد؟ صورت های آیلوی دامولا زیارتی. اپا بگویید آخر بابایم چی شد؟ خیر آخر دیگر چی میشد؟ احوالش بد شد و بیمار خونه رفته ایستادهیم. زود بیا آخر. بابا جان همش از برای من شد. از برای من. از پشت من بابایم به بیمارخانه رفتی. عقل را بین با زنگ بزنن. چرا زنگ بزنی؟ Uzlem, Allah به خانم سلین. خانم زورا رو دیدی؟ کمی پیش آجیلم برآمد. بابایش رو به بیمارخانه بردند. چی؟ این کجا گم شد آخر؟ سلام علیک خانم سلین. بخیر از کم نما شدید؟ بابای زهرا رو به بیمارخانه بردند. آجیلم به اونجا رفتنم در کار. خدا شفا دهد. اما من نمیگذارم که شما در حالت ناتابی ماشین رانید. اجازه دهید من شما را زود به بیمارخانه برم. مرحمت. مرحمت. یه زود شوید. بیمار ما را انتظار است. باید زود روید. مرحمت. خانم سلین بنا راه نگرده زود باشید. بابا
جون زود باشد بابا جون خوب میشه بابا جان بابا جان خوب میشه غم نخورید خانم بابایتون شیفا میابه با بابایم یکم چیز شود چیکار میکنیم پدر خدا نشان ندهد دخترم چون این فکرهای بد رو از سرت دور کن اوه بیچاره بمور حتی دلی من این رو برداشت نمی کند آدمی پیر چی خیل برداشت می کند ینگه لطفا ای حاله جان من به هر حالت تیار بودنم رو میگویم فهمیدی؟ خیر بیاید به حجره انتظاری گذاریم بس کن دخترم از پشت مادرت رو حالیا جان بیا رفتیم بابا جان بابا جان بابا جان لیونت التیموس سستر های کن کم ترکی گما خانم سیلن شما خواتیر نشوید حاضر میرسیم ماشین بسیار بود است یگان راه دیگر نیست به آن طرف رویم رای دیگر همین گپت گنده سختم رسید خانم زیبا حاضر شما را استاد شما خیر برده ایستاده است لطفاً باور کنید حالی بابای اکرم چه خیل باشد ای خوب است آدم گنده مردنی ندارد هیچ گپ نیست اکر اونا رو دویم خفا میکنن خلیجه بیا شوکت سوختم شوکت سوختم چی شد برادر؟ کسی با اون زن رسم مرا گرفتم به همه پهن کرده است کی رسمی تو رو گرفته پهن کرده باشد ای من از کجا دانم آخر خیر مالش تو چیکار کردی زن رو یافتی یا خدایا توبه کی رسمی تو رو گرفته باشد ای کار تو چی آخر یا خدایا توبه تو اون زن رو یافتی نیافتی جواب ده خیر صورت رو کو گرفتی باز چی به همه پهن میکنی حیوان شوکت گوش کن خانه زن رو یافتی نیافتی به من این رو جواب ده رسم رو یک طرف گذار زن رو گم کردم چی گم کردم خانه زن رو گم کردی نه زن رو گم کردم چی از پیش بودم و زن رو گم کردی اوه ای برادر زن رو چی خیلی گم کردی ها یک وظیفه داشتی زن رو پای برده خونش رو یافتن تو چی این کار رو کردن نتوانستی ای برادر خدای توبه ماشین بسیار بود آخر پای برده ایستاده بودم خیر. ماشین که بسیار بود آن زن از تاکسی فر آمد و Excuse me, can I ask something? excuse me Where can we eat burek? سمبوسه سمبوسه Burek. شما از کجا دانستید که من سمبوسه فروشم این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است میلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سمبوسه فروش در اینجا excuse me I love you yes no سمبوسه رو چیکار میکنید قروتوخانه رو نشان دیم در جایهای ما حاضر قروتو در موده است قروتو با مزه فتیر شوربه این تمام ملی ما است گوش کن ای دختر بیا رقم تلفن رو با من ده من بگاه تو رو زنگ میزنم به یک جای میبرم که باور که راحت میکنی خیر I don't understand what. وان excuse me نمبر تلفن من توی زنگه نمبر تلفنه No. Okay. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو یا خدایا این زن کجا شد خدا جان بلا زند این زن کجا رفت این خیلی تاب خورد و گاز داده رفت بنزین موتورسیکل من تمام شد پو خدا نزند تو ای کلاس توف نکو که توفی تو زر دارد باز نمیرم
این موتورسیکل رو من از یک کودک قرض گرفتم اخیر. از خودت نبود مگر؟ از کجا برادر؟ من در کیسم یک تنگه خدا نزنه تو رو شوکت. رفته در یکم بخلاشکه بنزین گرفته بیارم. خب کن خب. اکنون من چیکار میکنم؟ با تو باور کردم یک کار رو حل میکنی گفتم. این عیب من است. چرا با توی احمق من باور کنم؟ این خیلی نگو برادر، چیکاری نکنم تو از من راضی نیستی. موتورسیکل رو کو یافتم، او رو پای بردم. من او رو مییابم برادر. از کجا مییابی؟ مییابم. من این زن رو به گپ میدرم. بین اگر من او رو نیابم تو دیگر مرا شوکت. بیا مانه. انتظار شو. من وعده دادم. با وعده هم وفا میکنم. با گفته بودی که بنزین یا خدایا از این خیلی بندگان دروغیت مرا محافظت بینما. زهرا جان چی این طرف و اون طرف میروی؟ در یک جا بشین. نمیتوانم نشستن. چی خیلشینم؟ بعد از این قدر شرمندگی او چخل میشیند؟ خاموش باش. ای پدر، و همش تو گناهکار. دیده ایستاده ای؟ اپا و خواهر از حاضر بدبینی رو سر کردند. ای مادر. چی؟ روزتان بخیر. تشکر، سلامت باشی. عزیزم موزفه چی خیل؟ نه اینجای همین خیل گپ هست مگر؟ چی خیل شده این اخیر؟ آخر انا اون دامولوزیو اویلادور بودنی دامادی دوست داشتهش معلوم شد آخر. اینه؟ اخیر رسم های دومولوزیو رو با زن و کودکش دید. خیر مایلش خبری خوش گیریم اول. خبری خوش البته میگنیم. زنک جان با باید با قوت است. این رو پس سر میکنن. خواطر نشو. ما را جدا نکرده به هیچ کجا نمیرود. نمیدونیم حالا در نزدش انتظاری. جانم برای شما چای افته آوردم. بیرنگش رو با من دهید. تشکر دخترم. چرا حالا هم به بیمارخانه نرسیدیم؟ مرا به کجا آوردی بچه؟ خانم سلین قریب به بیمارخانه رسیده. وحیم نکن. من چیکار کردن را میدونم. در خلقت میگوید که گرگانی را انا من همان هستم. خواطر نباشید، راحت باشید. با شیرینی پختت ما را کشتی سیوال جون. انشالله آخران خوراکت می شود. رحمت سیوال. تشکر دخترم. من میگویم که آقای اکرم به بیمارخانه افتیده است. تو میگویی که تهمت است. نه نشیده جان دومولوزیو این خیلی کار نمی کند. چرا شما با گپ های هر کس باور میکنید؟ عزیزم تنها گپ می بود با کنی. در بین صورت های دومولوزیو با اویلش هست. چی؟ صورت هایش رو؟ بله صورت هایشان. شاید آن صورت ها رو با کامپیوتر ساخته باشند. لیکن سمبوسه های من اینقدر بالازد نمی شوند. خیر زهرا چی فکر دارد؟ آیا حالی فکر کردن دارد زهرا؟ او در غمی بابایش هست. به خدا پول هیچ چیز بوده است. خوشبختی را با پول خریده نمی شود. آن صورت ها ساختند. کسی ساخته است. وای 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 معلوم شد که داملاتون ساخته بوده است ها؟ تو گپای ما رو گوش داشتی ها؟ داملو رو بینه؟ اوه داملو رو بینه داملو رو در آخر شکارچی بار اومد شکارچی زنهای ثروتمند یک کار بار اومد من رفتم
وای این نمک در اینجا بوده است او رو ندیدم اکنون به گوش همه محله رفته میرسم من رفته طبقای خورده رو جمع کنم. رو خوب نشد. شما رو آگاه کرده بودم. بله آگاه کردیم. گفتم که او چه حیله دارد. گفتیم که چی حیله دارد. دیدید همه کارهای او آشکار شد. بله آشکار شد. دامولا با شما چی بدی کرده است؟ شما در حال از فیل پشه میسازید. کی؟ تو پشتی او رو میگیری اما او به نماز بامداد نمی آید. هجری استاد در کجاست؟ در کجاست پسرم؟ در کجا؟ نگوید که نگفتم. باز نگوید. او از شرمندگی گریخت. او گریخت. او دیگر به اینجا نمی آید. دیگر نمی آید توی خورد. غیبت و تهمت به مسلمان نمیزه بد رفیقان. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت آقای خلیل. چه خیل غیبت، چه خیل تهمت که؟ حتی آقای اکرم او را از خانهش رانده است. بله رانده است. او دیگر آنچه نیست. که عیان است حاجت به بیان نیست. از دهان یکم شنیدم. آقای اکرم گفت نیافتی از خانم نشیده. همش معلوم است. بله همش معلوم است. رفیقان از همه زیبنده آن است که در بری دامولایمان باشیم یکی تهمت باشد. بعد این قدر کار باز به او باور میکند. حالا به او باور میکنید ها؟ اگر داملو کم ترک ننگ و ناموس داشته باشد دیگر به اینجا بر نمیگردد. بغضی گپ رو گفتی. غمگین نشوید. حلقم قوق شد یک چوی بیار. مایلش خانمو برو یک چای کبود دم کن. برای جوان ها فرمایش ده؟ یک چای سیاهی دیگر هم. من نمی نوشم چای. اپای مبارا برای من لیمون چای دم کن. هجری به پول هست. از حساب آنها است. من از حساب این تهمتگرها چای نمی نوشم. تهمتگر؟ بس کنه دکه هجری. چه خیلی بس کنم؟ بس کنه. خداتان را حرمت کنید. اینها به پدرند. دختر تلفن رو برداشته جواب ده. خیر تمام و من باور نمیکنی اما اقلا حال بابایت چخیل است از اون خبر ده. خدایا توبه تو به این بندهت مدد نما مدد نما. کجا آمدی ای دیوانه؟ رای کتوات با جنگل است؟ خانم سلین شما را ترساندن نمیخوام اما با فکر ما رای کتو رو گم کرده. گفتی همه راه را میدونم ها؟ خانم سلین آرام باشید من حاضر یک رای دیگر رو معاین میکنم. ما پروفسیونال ها همیشه نقشه A B V G D Z داریم. یا اینکی یا که تو مرو یاری دیه ماشین رو من کنه دست مرا دوزیدن یاری دیه. خانم سلین من شما رو برای چی میدوزدم؟ یاری دیه دختر آرام شو. خب کن میگویم یاری دیه نجا دیه مرا. خب کن آز عبری هم میکنم. من تو میگویم خب کن یاری دیه. دختر ترزه ماشین پوش آز همجا خرگوش های خره میدرویا اینجا را جنگل میگن پوش داری داره؟ دیوانه احمق. بس داد نظر که آزاد بگیرم. ای استاد ترسوندی. والدین آقای اکرم شمایید. خواتیر نباشید او به هوش آمد. تشکری زیاد آقای دکتر. تشکر آقای دکتر.
شکر خدا اپا جان. روزتون بخیر. تشکر زیاد. اگر با بابایم یگون چیز رخ میداد تو رو نمیبخشیدم. دخترم من این پول رو گیر، لیکن با مادرت هیچ چیز نگو. مایلش بابا جان. درس‌هایت رو خوب خون. تشکر زیاد. تو بازدی. خیر مایلش. السلام علیکم. علیکم سلام داملا. تو چرا با زهرا چنین کار کردی؟ خفه نشوید داملا، اما این به شما نمیزیبد. آقای بختیار اقلا تو با من این کار رو نکن. من رو تهمت کردن، خلاص شدن، نتوانسته ایستادم. همه من رو گپ میزنن، اما این رو حل میکنم. آقای اکرم خوب است؟ خوب است. یاسمان حالا از بیمارخانه آمده بود. مایلش وقتی که حادثه و این خیلی بد شدن، من هم به مغازه رفته برای خودم یکون چیزی خوب هم نگرفتم. من به مغازه میروم آقای بختیار. مایلش داملا روید. شام بخیر. تشکر زیاد. بابا جان. جان بابا جانم عزیزم. ما رو بسیار ترسوندید. تمام نترسید، گذشت. خوبم. بابا جان من عزیزم، مشکل های خودتان یک طرف، باز برای من غم میخوری ها؟ غم نخورید، خوب هستم. باز گریه نکنی مایلش. بابا جان التماس دیگر در این مسئله گپ نمیزنیم مایلش. مایلش تمام. پدر جان خوب هستید؟ خوبم. خوب هستید بابا جان؟ خوبم. خدا شفا دهد آقای اکرم. جنازم را خواندن آمدی؟ همین تو نمی رسیدی؟ اونال چی؟ التماسیست تو؟ غیروبین در بستر بیماری هم حتی با ما سر و کار میگیره. خیر تمام تو آروم شو. نه، با دامولازیا دوست جانی شدن دادها. تو اکنون چی گفتنی؟ دوست شدن میگویم. آقای اکرم میگویم. با دامولازیا بسیار موافق آمدند. داماد خوب میشود میگویم. لطفاً سفسطه گویی رو بس کن. چی من سفسطه میگویم؟ دیگر او را کافتکاو نمیکنم. تمام کافتکاو نمیکنم. بابایت سالمی شده خودش دامولازیا را کافتکاو کند. چی؟ چرا این خیلی نگاه میکنی؟ حاله یک بار مرا طرفداری کن، یک بار گوی که من حقم. آدمی پیر آخر کمی بدرفتار میشود. بله، پیر و بدرفتاری بد. مرا یکان بار دوست نداشت. دوست میدارد. من تو را دوست نمیدارم. منم تو را دوست میدارم. عزیزم. شوهر عزیزم. این چی بلا زد ماشینه؟ ویران شد، با خدا که ویران شد. خانم سلین با فکرم که گازش تمام شد. خدا زند تو رو. شما رو نیست. بچه بی عقلی بی ناموس. خانم سلین آیستاقی کتفم در کده. خب کن. یا خدا. بچه بی عقلی بی ناموس. اول پلیس گفته با باوری میدارد او. باور نمیکنم. خانم سلین چه خیلی بی عقل بی ناموس. این خیلی نکنید. دیگه که من رو میرنجانید. ای در دیلت. سفرو بخیر. اکنون با کجا آمده باشیم؟ حتی موج تلفن نیست. گویا با چکری جهنم آمده باشیم. ای مرا با کجا وری؟ همه جا پری لای است. ای خانم سلین به همون هم هوا خنک. بینید باز باران بریده ایستاده است. خوبش با موشی شینید.
چخیل من با تو بر این دیوانه باور کردم ها؟ با کجا آمدیم؟ از اینجا چخیل نجات میابیم؟ خانم سلین خواتیر نشوید، من درباره شمایم، غمگین نشوید. از بودنی تو دربارم بسیار خواطیرم. بارون باریده ایستاده است. خنک خوردم. با من نگر، از خفای من نیو که سرت رو میکوانم. دیوانه. خانم سلین بیا ماشین تلک زودید بشوم میریم. کجا میروی؟ اینجا جنگل میگن اخی. موشه پیشک نوپاکدیه میخرند به خدا. оғоз чаро устодамонро туҳмат мекунанд? аз куҷо медонам ака иҷрӣ? салому алайкум бачо. ана устод омад аз ӯ мепурсе. ҳеҷрӣ савол наде. ҳеҷ напурс ки дигар қувваи ба саволҳо ҷавоб додан надорад. саволи динӣ не устод. имрӯз ака эраҷ гуфт ки амаки эраҷ чӣ гуфт? устод чаро шуморо туҳмат мекунанд? ба худо наметонам. чаро маро туҳмат мекунанд? ба ин мардум ман чӣ баде кардам? ту ҷавоби ин саволро дар дафтарат навис ва ман баъд аз ту ҷавобашро мепурсам. ҳама ба ман кор доранд. тавба. худоё ба устодамон кӯмак бикун. مرکز کار نمیکنه. عقل تو کار که نکند این تلفن چه کار میکند؟ ای خانم سلی سری مرا مثال نیارید. این تکنیک است. تکنیکا رو برده در استخوان ساز میکند. رقم های تلفن رو ده ساز که شد حتما زنگ میزنم. اول تو سری بیرونی خودت رو ساز کن. این چی بود؟ بلازد خانم سلی من شما رو ترسودنی نیستم و لیکن این آواز گرگه. چی؟ گرگ؟ در جنگل حیوان ها بسیارند. گرگ، روبو، خریگزنده، موری زهردار، کرتکیلاس. ما باید با دقت باشیم که کرتکیلاس بسیار خطر دارد. اما نترسید. من همراهتم. غم نخورید. در آغوش تو میمیرم. بیا ایزو نکس بیا. دستت رو گیر. با من دست نرسان. ای خانم ایستم. بیا من به شما راه راست رو نشان میدیم. راه درست از تو دور بودن است. دیوانه ابله. پوچم. پروا نکنید خانم سلین. من همراهتان هستم. آرام باشید. بسیار درد میکند. سخت درد میکند. حاضر. خوب شد که من با خودم کرچه گرفتم. نکن. چیکار کردن میخوایی؟ خانم سلین جای مرغ گزیده را خونش رو تازه کردن در کار. شما تنها گوید که مرغ کجایتان رو گزید. من در آنجا رو فوچیده زهرش رو میخورم از شما خلاص میشم. ای دیوانه چخیل زهری مرغ پایم در کرده ایستاده است. پایم. خانم سلین شما با کار پروفسیونال ها دخالت نکنید. فقط گوید که مرغ کجا رو گزید. با خدا قسم میمیرید دختر. گم شو. با خدا یک شته بزنم میپری. پاچم درد میکند. رفتن نمیتوانم. همشت برای تو شد. اگر خونه خورده باشید آتش رو درگیرانم. در 12 سالگی هم در جنگل گوشیدم. به گوگیرد علاو رو درگیراندم. باران نباریده آتش رو درگیراندم. دیوانه احمق. دیوانه احمق. دیوانه احمق. تنهای خدا تو را مرغ زد. مار رو هرگز نمیگزد. خدایا از دست این آدم من دیوانه میشوم. با خدا این باد هوای فورم در جنگل ببین. با این آدم دیوانه میشوم. گم شو. اطاعت سلین. марҳамат ака. монда набошӣ бародар. раҳмат ака хизмат. як чизро пурсиданиам. дар ҳамин тарафҳо ягон зани саргардону шубҳаноки девона надидӣ? аз ҳамин маҳалла аст. ана инашро намедонам. вай ба фандомаш сиёҳтоб ё ки зардина. дар сараш румол дошт бародар. занҳои румолдор дар ин ҷо бисёранд. баша савол додан савола ҷавоб те. диди гӯ ки дидам надидӣ кун? не надидам. биё як шаурма тайёр кунам. биёр дар ҳамин ҷо мехӯрам. ман фикрам тамом шудааст. аз гапат гашти яъне. ба дарун дароед? дар дарун ман чӣ кор мекунам? рав аз сарат монад шаурмаат. бародар хаста набошӣ. раҳмат. бубахшӣ ки гапатро буридам. дар ин тарафҳо ягон зани шубҳанок надидӣ? ба фикрам ту роҳзан ҳастӣ.
نه من راهزن نیستم. آن زن دیوانه است. حالا تو نمیدونی چی کارها ای کرده گوش است. کو یک طرف ایست وقتی مرا نگیر حیوان. ای بچه این چه خیلی گپ یک زنی گم شو. ای خدا بزند. پدرت سلام گوی. سلام علیکم. و علیکم السلام. چند روز پیش در این طرف ها یک زن رو گم کردیم و او رو میجویم نمیابیم. او رو ندیدید؟ به خدا ندیدم برادر. در سرش رومال و در تنش لباس دهاتی داشت. او رو ندیدید؟ من یک ماه زنی خدمت ندیدم. مایلش. من این حالتی تو رو میفهمم. از دیگر کس پوس برادر. این را گیر خوراک خر زن تو رو به خانه راه میدهد. تشکر برادر. مایلش خمه رفت. راست است که زندار حال زندار را میفهمد. رحمت برادر. خدا قبول کند. خدا قبول کند. خدا این نماز ما قبول کند. بچم خدا قبول کند. هجری چه خیلی جوره. یک لحظه برادران. هر وقت شما امر معروف میخواستید این شب من این را میخواهم. بنشینید. داملا جان تگردم. بله استاد، ما تشنه سخنهای شما هستیم. مرحمت بنشینید. محترم جماعت، ببینید چیزی را که ندیدید، چیزی را که در اصل نمیدانید کی گفت و برای چی گفت نفهمیده. حکم برآوردن نادرست است، عیب است، گناه است. چی بوده است؟ عیب است استاد، گناه است. مگر من همه خیل گفتم؟ یک تا گفتم. لطفاً با دقت باشید. نادرست است، نادرست است، عیب است، عیب است، گناه است. گناه است. اکنون با شما یک کس خبر آورد. باید ببینید او کیست و چی نیت دارد، چی درد دارد. تا اینها را نفهمید به او باور نکنید. تهمت است یا نه، اساس را ندانستن نباید باور کنید. تهمت مانند کیرم است که درون میوه را میخورد و ما باشیم حتی از این خبردار نمیشویم. بله داملا، بسیار مثال خوب. بدانید این چی دفتر است محترم جماعت؟ این دفتر از استادتان به شما یادگاری مانده از داملا زیا. بله. من از این دفتر یک حدیث رو از پیامبر گرامی قدرمون میخواستم نقل کردم، معنایش رو به شما فهمونم. پیامبر عزیزمون درود خدا با او و آلش در این حدیث چنین فرمود: از راه راست کنده نشوید. راه راست شما رو خوشبخت نموده به جنت میبرد. دروغگویی نکنید. دروغ آدم رو به گناه، گناه به دوزخ میبرد. ببینید در دیگر حدیث باشد پیامبر عزیزمون فرمود روز قیامت برای بر دروغ تهمت کردن یک برادر مسلمانت بسیار سخت عذاب میدادند. چی بوده است محترم جماعت؟ عذاب شدید بوده است. کی را عذاب میدادند؟ کی را عذاب میدادند محترم جماعت؟ مرا مگر گوش نکرده؟ آدمی و ایر و تهمتچی را. تهمت چی؟ دروغگو و کسی که بیگناه دیگر کس را گناهکار می حسابند. امک جان گوش کنید، من یک بار دیگر میپرسم. من یک زن را میجویم. این محنه پوری زن است. او کدامشو میجویه؟ قدش انا این قدر است. قدی همه زن ها همین قدر میشود. یک زنی در سرش رویمال لباسی دهاتی دارد. نیست زن های این محله کرته و رویمال میپوشند. بعد تمام امک جان فراموش کنید، گویا که من شما را نپرسیدم. مرحمت گیره. چی گیرم؟ منظرین نرخش چند بوده است؟ 20 سومو. برای شما 19 سومو. سرت سفید اما که یک دانه مندرین خیر کنی میمری. برای کار اما کی؟ رحمت. کنی بینیم در چندم آشیانه زندگی میکرده است این زن. به خانه‌ات خوش آمدی. سراغت را به کلتکل از جان روان کنم. بله این بود موضوع این شام ما. با همین تمام محترم جماعت. داملا خدا از شما راضی باشد. تشکر.
اکنون همتان از پای کور و بار خود شوید به نزد فرزندانتان روید. تشکری زیاد استاد. یا بسم الله. داملا شبتان بخیر باد. هجری پگاه در یگان جا آشی نهار نیست؟ در محله بالا. باز تنها نرویم. اوه شوکت، تو آمدنی من این زن را از نظر دور نکن. اکنون نوبت تو شد هیلگر. مادر تلفن شما زنگ میزند. چقدر به مادرم چی کار داشته باشد؟ به من زنگ نمیزند. به مادرم چرا زنگ میزند؟ این کیست؟ چی؟ کاری دنبالو تمام شد. آه مادر چی نیرنگ کردی؟ من به تو نشان میدهم. خانم سیل اگر خونه خورده باشد کودکم رو دیم. نمیخواهم. ما تو سهر در اینجا میمانیم. یک دقیقه. تو سهر در اینجا میمونیم، بعد سهر از اینجا میرویم. بله، پگاهی بر وقت به خانه پای سلطنت میرویم. در آنجا یک پیاله چای مینوشیم. همین رو حس میکنم. حسیاتت از سرت ماند. خانم سلین آرام شوید، کم ترکه گرم میشه، بعد هر دومان اطراف رو از نظر میگذارونیم. من با تو به یگونجا نمیروم. در روزی روشن به بیمارخانه گفته به جنگل آوردین. نمیشود. کی میدوند که باز چی نیت داریم؟ اما خانم سلین طرف خوبی کورم بینید، یعنی از غوغای مردمان دور و در آرامی، در آغوش طبیعت زیبا، هوای تازه این جنگل رو نفس کشیده هر دومان خرسندی میکنیم. با تو خرسندی؟ بهترش یگون و خرسند نباشم. خانم سلین بود نبود من در یک قشلاق کلان شدم. در خرودیم با رفیقانم از قشلاق گریخته به جنگل میرفتیم و آتش رو درگیرانده در آتش کارتوشکه میپختیم. سری چند موری غمسه رو خورده بودیم. حتی از خاطرم نمیرود که پدرم مرا باور کرده تنها به چوپانی روان میکرد. سری چند بوز دیگر رو در آنجا خورده بودیم، اما با پدرم میگفتن که بوزها را گور خورد، ولی در یک روز آفتابی پدرم آن گرگ دوپا رو دستگیر کرد. نازنکه کشاده شب آواز چپ کمتر بر راست سبیل مانه دارم این فیلم که یک برده میکشویم. کنی با دیگرش سنجیم؟ با فکرم مهلت استفاده برای این هم گذشته است. بازیگرش رو میبینیم؟ بنا زند کشاده شد. یا بسم الله. میامم شکست چی؟ بسیار روزای خوب بودن. اون وقتا من یک سکچه خردکک به نام رکس داشتم. او تنها ما را میشناخت.
اما سگچه بعضا وقتا شیرش رو نمیخورد و ما رو از خفش میدوان. یک روز پوچم رو گزید، فهمیدم که کلان شده است. سگه را خون دل دادم که با من آشنا گردد. ندانستم که سگ حیوان بوده است. حاضر من به تو نشان میدیم. کنای او را سر شده کنم. هی مرده خواب بود از که الو ای دختر بخیزت زنده هستی؟ خمره ایزا نمیکشی. ای دختر زنده هستی خیز؟ تو کیسی دیوانه؟ تو حالا خواب دیده ایستاده ای. تو زنی گناهگاری، انسان محترم دامولازیا را تهمت کردی. برای این گناهت 125 سال در دوزخ می سوزی. تو چی سفسطه میگویی ها؟ تو کیستی و در اینجا چی کار میکنی؟ نمیفهمی مگر تو دامولازیا را تهمت کردی. اگر این گناهت را به همه اقرار نشوی دیگر از خوابت به کجا زنگ میزنی؟ حاضر به تو خواب رو نشان میدیم. گم شو! انا به تو گم شو دیوانه. سرم کفیده. الو این پلیس است؟ یک روزم به خونه هم در آمده است. زود به خانه ای من بیایید. خانم سیله خانم سیله تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ خانم سیله من هیچ کار نکردم. در اینجا از روز شریعت خواب کردن ممکن نیست. با تو چی؟ خوب روم نرم با تو چی؟ ای خانم سیله در خونکی میمیرین. در فیلم ها ندیده که چه خیل آدمان از خونکی چه خیل میمورن؟ ایتیوت نیمی حیات. ای دیوانه حاضر مگر برخورده ایستاده است؟ تو خواستی که هنگامی خواب بودنم به من نزدیک شوی ابله. خانم سیله من 5 وقت نماز میخونم، مرا تهمت نکنید. من قسم خوردم که تا توی نکنیم نزدیک نمیشم. دمت رو گیر، از من دور شو. خانم سلین با کجا میروید؟ اینجا جنگل است. ایستید پاچتون در میکند باز گم نشوید. تو رو گم کنم خودم دیگر گم نمیشوم. دیوانه. خانم سلین ایستید، من الله را پوف کرده کشم. به محافظت نروید که اینجا خطرناک است. باز 1 دقیقه. سلین ای برادرم من اون کار کردنی نبودم. تنها یک چیز رو خواستم پرسم بعد برآمده روم پایم لغزید. خدا تو رو زن شوکت از عهده یک کار نبرآمدی. دیوانه حیوان. چقدر این دو ملازیایی تو دوستی دیوانه خود را به سری من فرستاده است، اما من کار را حل کردم، به دست پلیس سپاریدم. لیکن چقدر پول داده بودی باید همون قدری دیگر بدهی. چی شد آن مسئله گفته درباره در فیلم نقش اساسی رو بازی کردنی من؟ با این لطه سفید تو چی خیل به خانه مردم در آمدن خواستی ابله؟ زبانت رو خوردی مگر؟ زود جواب ده.
چی جواب دیم سردارم؟ یگان جواب میدادگی ندارم. برای چی این کار را کردم خودم هم نمیدونم. من نمیدونم چرا من در این حالم سردارم. بعد مردنی کلت کیلاس با من چی شده است نمیدونم. هیچ نمیفهمم. و چرا من رو به اینجا آوردن رو هم نمیفهمم. من نمیفهمم برای چی من رو به اینجا آورده. سردارم من رو به دکتر برید. وضعیت من بسیار میزه. دستانش رو کشوید دفع شود از اینجا. من رو به دیوانه خونه برید. من دیوانه شدم سردارم. سردی برادر سال شدم. با دیوانه ها سر به سر شدیم. همین هم خور شد. کمتر دیگر با این آدم ایستم دیوانه میشوم. خانم سلین ایستید. در شب تاریک دور نرود که خطرناک است. خانم سلین. عاقبت راه را یافتم. سلین جان التماس ایستا. از پشت من نیا ابله. خانم سلین تا حال مرا ابله میگویی. به خدا دل مرا میشکنی به شوهر میمونی. من گفتم از پسی من نیا ابله. میگویی دخالت کنیم دختر رو یردم میکن. خانم سلین بسیار راه گشتن به شما ضرر دارد. ای خدا از اینش گریختم دیگر خویش پیدا شد باز. اینجا چی گپ است؟ دختر رو به حالش گذار. دیوانه هستی؟ به شرف با دختر دست میرسون. ای اشور مستی خودت را حرمت کن. ای بخت و کور ما همیشه برار نمیگیره و نمیگیره. هر دو شما باید با اون دختر حمله میکردید و من شما را مثل سگ لطگوب میکردم. فهمیدید؟ همین طور من قهرمان میشدم اکا. تو چی ها میگویی؟ مرا مسخره داری؟ این چور چشمای بیناموس از حد گذران. از سر و کفیده. ایسته. رهایش کنید رود. به شما میگویم او رو سر دهید. با خدا نام همه ها را میزدم که با اومدی دخالت کردی. اما بخیر است. خدا شما رو دوست میداشته است. ماشینتون کار میکنه؟ ها کار میکنه. خیلی خوب. تنجی است؟ ساربان آهسته ران شوکت. من دو چرخه ها هیچ عادت نکردم. برادر جان ها برای برآمدنم از محبس هیچ کمک نکردی و عاقبت مجبور شدم که خودم برایم. یا خدای این هم پرابلم شد. تو چه خیل با دام این پلیس های لعین میافتی من هیچ نمیفهمم. آن شده رو چی بود که به سرت کشیده با اون خانه رفتی ها؟ ای برادر این کارو در یک فیلم دیده بودم. فکر کردم که در حیات میشود لیکن نشد. اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم شوکت از کجا دانم. آن شخصی که وای زن رو پیشی من فرستاده بود بر وقت کار زن رو تمام کرد. مدل کردیم. برادر این چه خیل زندگی است هیچ نفهمیدم. من هم نفهمیدم. در اصل این چی حیات است؟ توی هم ساختن، شناسنامه هم ساختن، دامولا بودن هم ساختن. من کیم ها؟ راست میگویی تو کی هستی؟ همین رو میگویم من کیم؟ برادری منی. تو برادر جانی منی. توی شناسنامه هم ساخته باشد لیکن برادر جانی منی. از تحت دل گفتم. باز یک بار دیگر در کشات میگویم. قندت از زن برادر. بسیار خوب گپ زدی. ما رو خرسند کردی. نمیارزد یک چیز گویم. بگوی. در کجا خواب میکنیم؟ اوف برادر شوکت رفتیم. باز به مسجد میرویم. کیرس جان همین مسجد رو به نامت کنی نمیشود؟ کالت کیلاسی بشرف تو چی خیلی کارو در حق من کردی؟ چرا تو خودت را کشتی؟ چرا کشتی ها؟ من باید تو را میکشتم. چی شده ایستاده است؟ به یاد آورده ها؟ ها؟ به یادم آمد. این تو هستی ها؟ وای بیشرف، وای کلت کلاس. انا نام همه چیز به یادم آمد. تو ما رو پرانده بودی ها؟ تو یک ترسانچه که بیشرف بوده ای.
ای برادر تمامش هیچ به یادم نآمده ایستاده است. اخلب را خوردم به یادم نمیارم، به یادم نمیارم. ای خیر ما که رود بلا به پسش. مرده رفتان بشرف، اما در حق مرده این خیل گپ ها گفتن لازم نیست. من خوبش رفته داملازیا را میگویم که من را کلیاسین کند. داملازیا در اینجا 500,000 لیره هست. کالتاکلوس! پدر جان سرتون رو بالا کنید. انا بابا جان. تشکر دخترم. نوشی جانتان. خدا شفا دهد آقای اکرم. تشکر چغتای جان، تشکر. لطفا خودتون را احتیاط کنید جناب. شما برای ما بسیار عزیزید. زهرا تو کارخانه را تماما فکر نکن. تا وقتی بابایت صحت نشود از پیشش نرو. ما با سیلین حل میکنیم. بله من هم همین خیلی گفته بودم. جانم، من با این گونه انسانی با فکر بودنی چقدر فخر دارم. بسیار خرسندم. با اجازت شما جناب. برای آمدنت بسیار منت دارم چغتای جان. تا باز دید. هیچ گپ نیست. شما صحت شوید دیگرش خوب است. من چقدر رو گسل کنم؟ من هم گسل کنم. چقدر دیدی اکنون کسی دیگر نامی داملازیا رو به زبان نمیگیرد. افسانه وی به انجام رسید. پیروز شدیم. با یاری تو بسیار کاری خوب کردی. آن زن رو از اینجا به دیگر جا فرستادی. یعنی اگر داملازیا او رو یابد خدا نشانه دهد. از کجا میابند؟ تو خاطر نباش. آها. وای دروازه محکم. مرا درمانه نمی شود. چقدر؟ چقدر یک لحظه ما رو انتظار شو. چه شد ملیس؟ دروازه رو کشو. دروازه رو یک طرف گذار. یک مسئله مهم است. زهرا باید با دامل اویله دور شوند. خواستم این رو از من شنوی. چی گفته ایستوده‌ای؟ میدونم بله بابایم بسیار خشمگین هستند اما او داملازیا رو میبخشد. ملیس سفسطه نگو. وای آدم زن و فرزند دارد. امکان ندارد. تو چرا به توی آنها قدر مقابلت نشون میدهی؟ حالا هم نفهمیدی؟ برای اون که حاضر یکتا به یکتا میفهمونم. ملیس من زهرا را دوست می‌دارم.
جکیدن گیر حاضر همش رو من میفهمم. این عشق من شوخی نیست. این یک چیزی است که تو نمیفهمی. اگر خواهی میتوانی مرا دیوانه گویی. عقلش رو خورده است. چیزی که بخوایی مرحمت. این دیوانه رو ببین، عقلش رو خورده است. حیوان. اما زهرا از آن ایمان میشود. رو خوردی. یعنی برای وی شده همه کارا میکنی ها؟ دروغگویی، فریبگری، شیطانی ها، چاقانی ها. میلیز، تو تا حال نفهمیدی. برای او من آدم میکشم. بسیار خنداور. زهرا دوستت نمیدارد. این را بفهم آخر. حتی از رویت نفرت دارد. در زبانش نامت را هم باره نمیگیرد. دل زهرا به داملازیا است. او داملازیا را دوست میدارد. با دختر به من عاشق شده است. تمام؟ بله تمام. اکنون رو در گذر و کشا. حاضر من با تو نشان میدیم ابله. کیست؟ منم. تو پول را آوردی؟ خودم رفتم گرفتم. این دفعه ما شما رو میبریم خونم. اینجا بر را کجا میگریزی؟ چه گپ است؟ من یگان گناه ندارم. همه کار را این کرد. میدونم، اما این حادثه رو با انسان هایی که گفته بودی رفته با آنها میفهمانی. من به هیچ کجا نمیروم. کی گفت که نمیروی؟ جان گفته میروی. گوش کنید، یا که رفته تهمت بودنی گفته هایتون رو نقل میکنید و یا که به پلیس رفته شکایت نامه مینویسم و آنگاه عمرتون رو در پشت پنجره میگذارونید. چه خیل پنجره؟ در این کار من یگان گناه ندارم. من هم همین رو میگویم. همراه ما میرویم و پرابلم نمیشود. نترس، رفتیم. تمام. چقدر یک کار را از عهده‌اش نبر اومدی. رفتیم وقت نیست. پجام شوکت و در اون در آمده چقدر رو با بند بسته زنگ مرا انتظار شد. تمام. مایلش برادر جون، اگر اجازه دی سری امیر قاق بتروشون. نه برادر، چی در کارت رو دوام ده. پیش درو. لباس هایم را عوض کرده بر میگردم. مایلش انتظارم. تشکر زیاده پیشناز. من نمیخواهم. داملازیا اگر اینجا می بود باز خودش را راست کار نشون میداد. اما راست میگفته است. عاشق بودن خودش را به زنش آشکار کرد. همین طور است. یعنی یک داملا همه ما رو در گردیچلیکش بازی دارد. صبح بخیر. صبح بخیر. بابا جان، چرا از جایگاهتان خیستید؟ خوب شدید. دخترم، جانکم. خوب استید؟ بسیار خوب. مرحمت کنید. چی شد تولین جان؟ خوب هستی؟ خوبم جانم، خوبم. شما از محله بالا خانم اصلی نیستی؟ بله، از همون محله در یک فیلم نقش اساسی رو بازی کرده بودم. شادم که شناختید. مرحمت کنید. رحمت. این زنی داملازیا نیست؟
لطفا مرا ببخشید خواهش میکنم. بسیار به پول احتیاج داشتم، حالتم متشنج بود. لطفا این را به پلیس نگویید. این آدم را بیگناه تهمت کردم. برای پول شده به این نیرنگ دست زدم. من همسری دومولوزیو نیستم. از شما عذر میپرسم. پس تو همسری کی هستی؟ یا که دومولوزیو تو رو مجبور کرد تا که آمدم رو فریب کنی؟ نه، برای پول گفتم کو، اما وجدانم نبرداشت. یک آدمی دیندار رو با آبرو را تهمت کردم و هر شب ناراحت خوابم میبرد. دیگر طاقت نکردم. تو با خواهشی کی این کارا کردی؟ انشالله که چقدر رو نمیفروشد. جنابی چغتای، گفته هایم دروغ بود. دومولوزیو بیگناه هست. زهرا، از امروز اعتباراً با این چغتای ابله تمامی رفت و آمدنت را میکنی. فهمیدی مرا؟ فهمیدم بابا جان. از این پس آن ابله رو حتی دیدن نمیخواهم. خیلی خوب. آن چغتای ابله از این پس دیگر یگاه قدمش را به این خانه نگذارد. شنیدید مرا؟ از این پس قدمش را به این خانه نگذارد. بسیار عذر زیاد میپرسم از شما. لطفاً ببخشید مرا. میلش، میتوانی روی. دیگر این کارها نکن که دیگر به اینجا نبیا. رو. بیچاره دومولوزیو، تهمت به ما گفت. ما باشیم باور نکردیم. گناهش را گرفتیم. مکنون چی می شود؟ من حاضر رفته از عذر میپرسم بابا جان. نه، از نام همه ما عذر میپرسی. از نام همه ما عذر پرس. تمام بابا جان. مادر مکرتان روی آب برآمد. این آدم کجا شده پیمو برا؟ او می آید. تشویش نباش. شاید برای کاری خیری رفته است. بیاید هم فکر میکنی تو رو میبخشد زهرا؟ اومد. دومولو صحبت کردنمون در کار. چی گپ زنم؟ لطفاً این خیلی گپ نزنید. حاضر کار دارم. بعد یگان وقت دیگر. دومولو، از قفای من آمدن رو بس کن. امروز نمی شود. این دختر تماما شرم و حیا ندارد. ما باید حاضر صحبت کنیم. در پیش این مردم عیب است. عیب ها؟ من بشرم کو. من برای از پس شما آمدنم شرم نمی دارم. برای گپ‌های باور نکردم شرم دارم. از این لحظه های اعتباراً هیچ چیز برایم مهم نیست. باور کردن و یا نکردن کسی به من مهم نیست. تنها یک چیز غمگینم کرد که شما با تهمت یک زن باور کردید و به من نه. دومولو، من به شما باور داشتم اما آن صورت ها. شما را غمگین کردم میدونم، اما ما رو ببخشید خواهش میکنم. حالا دیر شد. دومولو، مرا در نیمه راه نپرتایید خواهش میکنم.
دختر غمگین از خونه خورده گیریه دارد در این شب پیشت آمده است. چی ناز داری؟ شوکت بس کن. اینه چلاقم اومد. این دیوانه چیکار میکرده باشده؟ تو مردم را احمق خیال کردی، حاضر با تو احمق را نشان میدهم. خوشک مصفه چند سوم داری؟ چند سوم دارم؟ چند سوم داری؟ بله دوربست بله حاضر چه کمتر دوربست که شما تو شوخی نکی تو چیکار داری که ما چند سوم دارم؟ مصفه در برسا جانو من گفتم که یکی اگر سوم نداشته باشی خواهی؟ یا 10 سومون راه پولیت بتا انا من کم چوی 95 کبود داری؟ انا یا چوی بتا ها انا ها رحمت بکن لیمونکوتم با فیلم نام آورده دیا؟ علیکم و علیکم السلام نازی مسافر؟ شکر باشم نازی خواهجان سوزت چینی درست یا چوپاش tak نشناختی بود باشم şinos meşe musafir. خیلی Agam şu biri. Ha çopaş tam bu girdim te. Musafir çıkadı diga. Hala şükür bاشم Ya soza. şükür Ha oğlum ne oldu ya? şükür al bاشم ha Yoktu خواهجان. Ağzı. Hem guri dağı o. Öbür dası Geri musafir tince. çetince içini çıkardın Ha dastım rastı dağım kısa toka. Ya şu dası ne nasıl? Dası dönüyorum kisayma bu Teal bana mı dönüyor mekan vur bana Kisay bana mekan oldu bir mutlu Hey musafir hayır çıkam neşte o khıd ay bana mı dönüyor musafir? Ya tövbe ben çuva ayba mı dönüyorum? Dar haftada 5 haftayı der ki sen ya somu pul ne doğru?